بررسی مواد و عناصر اطرافمون لذت بخشه. برای همین ما می‌خواهیم هر بار یک عنصر از مواد معدنی یا آلی را معرفی و بررسی کنیم. همانطور که می‌دانید ایران دارای معادن زیادی است و از نظر منابع طبیعی کشور ثروتمندی داریم، ولی شوربختانه چیزی از این ثروت به مردم عادی نمی‌رسد به جز بیگاری و عوارض استخراجش. برای همین تصمیم گرفتیم در کنار کار علمی و معرفی مواد آلی و معدنی روش‌های فراوری و درآمدزایی آن را در کنارش توضیح دهیم تا اگر شخصی به آن دسترسی دارد یا حداقل شرایط کار برایش فراهم است بتواند از این ویدیو استفاده کرده و از این روش کسب درآمد کند. قبلا ویدیویی در مورد فراوری مس درست کرده بودیم، ولی این بار قصد داریم به صورت جزئی و کاملتر توضیح دهیم. البته سعی می‌کنیم این بررسی ها را جوری مطرح کنیم تا شرایط درآمدزایی برای افراد با کمترین امکانات وجود داشته باشد. امیدوارم لذت ببرید. درود بر شما، به کانال کریتیو پرشین خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم یکی از نمک‌های فلز مس را بررسی کنیم. کانی اکسیدی مالاگیت. فلز مس یکی از اولین فلزاتی است که بشر توانست از آن استفاده کند، چون این عنصر به صورت فلزی هم در طبیعت یافت می‌شود. ولی ما در این ویدیو نمی‌خواهیم در مورد نوع فلزی آن صحبت کنیم، بلکه قصد داریم نمک‌های طبیعی آن را بررسی کنیم. مالاگیت با رنگی سبز جزء کانی‌های اکسیدی مس میباشد و در سطح معادن مس یافت می‌شود. کانی آزوریت نیز بیشتر اوقات در کنار مالاگیت یافت می‌شود. در کل کانی آزوریت آبی رنگ وقتی هوا زده می شود به کانی مالاگیت تبدیل می شود. دلیل این که برای شروع مالاگیت را انتخاب کردیم به خاطر این بود که شناسایی آن برای افراد مبتدی بسیار راحت است. فقط کافی است در محدوده یک معدن مس چرخی بزنید تا مقدار زیادی از این کانی را مشاهده کنید. بررسی ما بدین گونه است که اول چگونگی و فرمول شیمیایی و کلاً شخصیت کانی را مطرح می‌کنیم. دوم محل‌هایی که شانس بیشتری برای پیدا کردن این کانی در طبیعت ایران را دارند توضیح می‌دهیم. و در قسمت سوم که مهمترین بخش میباشد روش‌های فراوری و چگونگی تبدیل آن به فلز و همچنین روش‌های استفاده مناسب از این کانی را بازگو می‌کنیم. خب، قسمت اول. مالاگیت و آزوریت از کانی‌های اکسیدی مس و از نوع کربناته می باشند. با این فرمول: طریقه به وجود آمدن مالاگیت بیشتر به خاطر هوازدگی آزوریت می باشد. کانی آزوریت نیز یک کانی اکسیدی مس و نسبت به هوازدگی حساس است و وقتی با هوای آزاد در ارتباط باشد کم کم باعث هوازدگی آن و تبدیل شدنش به مالاگیت می شود. فرمول این هوازدگی بدین شکل است که کانی آزوریت تشکیل شده از مس به همراه 2 دیوکسید کربن و 2 آنیون هیدروکسید که بعد از هوازدگی فرمول بدین شکل می شود: 1 مولکول مس به همراه 1 دیوکسید کربن و 2 آنیون هیدروکسید و 1 مولکول دیوکسید کربن آن از فرمول خارج می شود. و حالا چگونه می توانیم به این کانی دسترسی داشته باشیم؟ البته به جز خریدن آن. خب، در اطراف معادن مس و محدوده اطراف آن و همچنین در قسمت‌های سیلرو اطراف معادن مس این کانی را می توانید پیدا کنید.
البته بجز در داخل معدن، رگه‌های فرعی زیادی نیز در محدوده معدن از این کانی قابل رؤیت است. همچنین اگر معدن مسی سراغ نداشتید یا اینکه در دسترستان نبود و پیگیر پیدا کردن آن بودید، بهترین محل در ایران برای جستجوی رگه‌های کانی مالاگیت و نمک‌های دیگر مس مناطقی هست که در بیابان‌های آن کتیرا رشد می‌کند. و وجود درخت گردو در آن مناطق فراوان باشد و به گفته خودمونی زمین سردتری نسبت به مناطق دیگر داشته باشد. حالا چگونه آن را شناسایی کنیم؟ راحت ترین و دم دست ترین روش این است که وقتی در پی این سنگ هستید به همراه خود یک ظرف غیر فلزی کوچک و همچنین آب و کمی اسید باتری یا اسید سولفوریک 40% داشته باشید. کانی مالاگیت و آزوریت مورد نظر را داخل ظرف می‌گذاریم و به مقدار مساوی آب و اسید به آن اضافه کرده و به مدت 1 دقیقه آن را هم می‌زنیم. بعد منتظر طرح‌نشین شدن املاح می‌شویم تا رنگ محلول را بتوانیم ببینیم. رنگ مایع باید سبز رنگ باشد. در غیر این صورت سنگ مورد نظر مالاگیت نیست. اگر املاح محلول زیاد بود و فرصت طرح‌نشین شدن آن را نداشتید، می توانید یک تکه میخ یا یک فلز آلومینیومی را داخل محلول فرو برده و بعد از چند ثانیه آن را بیرون آورید و ظاهر آن را مشاهده کنید. در صورتی که فلز شما قرمز رنگ شده بود، یعنی بر روی آن فلز مس رسوب کرده بود، کانی مد نظر مالاگیت می باشد. در غیر این صورت مالاگیت نیست. کانی های دیگری نیز در طبیعت وجود دارند که به رنگ سبز می باشند، مثل کانی های سیلیسی سبز و کربناته سبز که باید بتوانید آن را از کانی های اصلی تفکیک کنید. برای اطلاعات بیشتر بدانید که علت سبز رنگ بودن این نوع سنگ‌ها وجود عناصر فلزی و شبه فلزی دیگر به همراه کانی اصلی می باشد که رنگ آنها را متمایل به سبز می کند. بخش سوم بخش فراوری و احیای نمک‌های مس به فلز. در روشی می شود کانی را از طریق پیرومتالورژی یعنی با حرارت دادن تبدیل به فلز کرد که البته این روش پرت‌ها و مشکلات خود را دارد. روش مد نظر هیدرومتالورژی است که ما در مورد آن صحبت می کنیم. در شروع فراوری ما سنگ‌های مد نظر را تا حد ممکن خرد می‌کنیم. هرچه سنگ‌ها آسیاب‌تر شده باشد، واکنش سرعت بیشتری خواهد داشت. بعد از خوردایش سنگ، ما مواد اولیه مورد نیاز لیچینگ را آماده می‌کنیم. مواد اولیه بدین صورت می‌باشد: اسید سولفوریک، آب، سنگ خوردایش شده و چند ظرف پلاستیکی یا شیشه‌ای. از آنجایی که مطمئناً لوازم خوردایش مد نظر را اکثر مردم عادی در دسترس ندارند، ما این واکنش را به صورتی انجام دادیم که سنگ‌ها درشت باشند و واکنش به واقعیت نزدیکتر باشد. سنگ خوردایش شده را در ظرف می‌ریزیم. 150 گرم اسید سولفوریک را با 850 گرم آب مخلوط می‌کنیم. اینجور که نسبت 15% اسید سولفوریک 98% در 1 لیتر محلول باشد. البته دقت کنید اگر از اسید سولفوریک خالص 98% استفاده می‌کنید، خیلی آرام و کم کم آن را به آب اضافه کنید.
در صورتی که از اسید باتری یا اسید سولفوریک 40% استفاده می کنید، باید اسید مد نظر 40% در محلول باشد. یعنی به مقدار 400 میلی لیتر اسید با 600 میلی لیتر آب مخلوط کنید. دقت داشته باشید در موقع واکنش گازهای کربن فراوانی در کنار مقداری گاز دی اکسید گوگرد آزاد می شود. پس حتما از ماسک استفاده کنید. این گازها کشنده نیستند، ولی بهتر است نکات ایمنی را رعایت کنید. از آنجایی که سنگ‌های ما درشت هستند، باید مدت واکنش را از 4 تا 8 ساعت در نظر بگیریم و هر 1 ساعت یک بار آن را هم می‌زنیم. حالا محلول را از سنگ و خاک جدا و صاف می‌کنیم و داخل ظرفی ریخته منتظر ته‌نشین شدن املاح می‌شویم. بعد از ته‌نشین شدن محلول را جدا و برای سمانته گیری آماده می کنیم. چند تکه آهن یا فلز آلومینیوم داخل محلول گذاشته و به آن فرصت می دهیم تا فرایند جابجایی و احیا انجام شود. زمان اتمام این واکنش وقتی است که رنگ محلول کاملا تغییر کند و فلز مس رسوب کرده باشد. در این زمان محلول را از رسوبات مس جدا کرده و آن را آب می‌کشیم. سمانته مد نظر درصدی حدود 80% مس را دارد. ما می‌توانیم با یک بار دیگر اضافه کردن اسید سولفوریک و آبکشی دوباره آن خلوص آن را بالاتر ببریم. بعد از گرفتن سمانته در صورتی که قصد داشته باشیم آن را به شمش فلزی تبدیل کنیم، می توانیم در بوته ریخته و در کوره ذوب کنیم. ولی در اینجا برای ذوب کردن آن از روش دیگری استفاده کردیم، از روش قالکاری، یعنی روشی که شعله مستقیما به روی بار زده می شود. مواد اولیه کار بدین گونه است: 1 قاشق سمانته مس گرفته شده، نصف قاشق بوراکس، 1 قاشق استخوان خرد شده تازه، یعنی استخوان با مغز که حالت چرب گونه داشته باشد، و در آخر 1 قاشق خرده شیشه. روش کار بدین گونه است. بوته را آماده می کنیم. اگر بوته نداشتیم داخل یک سیب زمینی را خالی کرده و کار را داخل آن انجام می دهیم. در اول سمانته که باید حتما مرطوب باشد در ته بوته می ریزیم. بعد استخوان را بر روی آن ریخته و بعد بوراکس و در آخر خرده شیشه ها را روی آن می ریزیم. آتش هوابرش را تنظیم کرده به کار نزدیک می کنیم. شعله را جوری روی کار می آوریم که فقط روی شیشه باشد و به هیچ وجه روی سمانته گرفته نشود. علت مرطوب بودن سمانته هم به خاطر این است که با حرارت شعله پراکنده نشود. با قرار دادن شعله روی استخوان و شیشه با آن بازی می کنیم تا شیشه و بوراکس آب شده و حالت شیشه‌ای روی سمانته گرفته شود. چون اگر در هوای آزاد به سمانته ها حرارت دهیم به سرعت با هوا واکنش داده و اکسید می شود و ذوب تمیزی نخواهیم داشت. برای همین حالت خلا برایش ایجاد می کنیم. بعد از آن حرارت را مستقیم روی کار می چرخانیم و منتظر ذوب شدن همه اجزا در هم می شویم.
و اگر هم بخواهیم آن را به سولفات مس تبدیل کنیم، قبلا در این مورد ویدیویی ساخته‌ایم، می توانید به آن مراجعه کنید. البته یک ویدیوی جداگانه و کلی‌تر با جزئیات بیشتر در مورد سولفات گیری به زودی در کانال قرار خواهیم داد. در ضمن در نظر داشته باشید که امروزه کانی‌های سولفیدی از اصلی ترین و مهمترین مواد اولیه فلز مس می باشند که در ویدیوی دیگر درباره آن و چگونگی تبدیل آن به مس مفصل صحبت می کنیم. در اول از بی‌کیفیت بودن فیلم ها از شما عذرخواهی می کنیم، چون امکانات ما در همین حد بیشتر نیست و همچنین سابسکرایب کردن شما و لایک و کامنت گذاشتنتون باعث دلگرمی ما برای ساخت ویدیوهای بهتر می شود. امیدوارم لذت ببرید.